سلام، خیلی خوش اومدین به یه برنامه دیگه از استانبول دیت. امروز از رضا و مینا دعوت کردیم که تشریف بیارن و یه بلایند دیت داریم. بچه‌ها خودتون رو معرفی کنین. بفرمایین. اول شما. من مینا، 20 سالمه، دانشجوی علوم غذایی ام. چیز دیگه هم نیازه بگم؟ خیلی خوش اومدی مینا جان. متشکرم، ممنونم. شما؟ عرض ادب، بنده رضا هستم، معرف حضورتون هستم دیگه و 29 سالمه و در رشته تربیت بدنی فعالیت میکنم. بله. رضا قبلا توی اکس دیت اینجا شرکت کرد که فکر کنم بیننده ما خیلی هاشون میشناسن رضا رو. بچه‌ها رنج سنیتون برای انتخاب پارتنر چه رنجیه؟ من دوست دارم حالا 4-5 سال از خودم بزرگتر باشه. به نظرم راحت تر میتونیم با هم کنار بیاییم. منم هرچی کمتر بهتر. هرچی کم تا چقدر کمتر؟ تا جایی که دیگه بچه نباشه دیگه. مثلا 5 سال 10 سال؟ به نظرم بین 5 تا 10 اوکی. خب شما اگه بیشتر از 5 سال بزرگتر باشه پارتنرتون چی؟ یعنی کسی که بهتون پیشنهاد میده. شما یعنی کی؟ یعنی بله مینا خانم. من خب بستگی داره دیگه، ازش خیلی خوشم میاد مشکلی ندارم، من خب ترجیح میدم تا 5 سال بیشتر نباشه. بارزترین ویژگی که براتون جذابه؟ قدش خیلی برام مهمه. چه خودم قدی؟ قد بلندم دیگه. خب دوست دارم که من خودم قدم 1.75، دوست دارم بالای 1.90 باشه. بله. زیر 1.90 کنسله؟ کنسل نیست، ولی خب بالاخره پسر باید از دختر بلندتر باشه. امتیازش کم میشه. آره، امتیازش میاد پایین. خب رضا جان شما چی؟ من خدا را شکر قدم 1.92 فقط اگه یه چارپایه 20 سانتی تقریبا بزنم و ملاکی که دارم اینه که دختر خوبی باشه، خونگی باشه. یعنی چی خونگی؟ یعنی میدونین که حساسیت من چیه دیگه. آها. که قبلا ویدیوهای منو دیده بودن میدونن دنبال داداشی و اینجور چیزا نباشه. رضا آرامش منو نخراشه. رضا توی اون برنامه‌ای که اکس دیت بود و با اکسشون شرکت کرده بودن، مشکلشون توی دوست اجتماعی داشتن پارتنرشون بود که خیلی سر این قضیه اذیت بودن. شما مهمترین ملاکت اینه که آقا با دوست اجتماعی مخالفی. بله. خب مینا جان نظر شما در مورد دوست اجتماعی توی رابطه چیه؟ خب نظر منم اینه که اصلا تو ایران یه پسر نمیتونه دوست اجتماعی یه دختر باشه، ولی میتونه رفیقش باشه. من خودم رفیق پسر اولش نه. خب نمیشه که همش. شما با دوست اجتماعی موافقی پس؟ بله. چه چارچوبی داره اون دوست اجتماعی که با هم بری بیرون، حالا تولد خوش بگذرونی، بری مسافرت. خب بعد همینو میتونی واسه پارتنرت هم قبول کنی؟ قطعا همینطوره. بله. بعد اون خط قرمز کجاست توی دوست اجتماعی؟ خب این که حالا شوخی میکنه به جا باشه، با دست دادن مشکلی ندارم، ولی خب دیگه بیشتر از اون بغل و این نه. یعنی ببخشید پارتنر شما مثلا با یه اکیپ دختر برن شمال، شما مثلا خب نه با یه اکیپ دختر بره شمال نه، من مسئله‌ای ندارم، ولی خب با خودم باشه نه مشکل ندارم. نه دیگه شما نباشی. شما مثلا کار داری خونه. یه من تماس تصویری ویدیو کار کنم. چک میکنی؟ یه حرفی زدی شما خودت که توش موندی، الان میخوای حرف قبلیت هم خراب نشه، میگه الان یه جوری. نه مشکلی ندارم، بحث اعتماده. به نظر من اگر کسی که برای تو باشه حتی اگه قول و زنجیرش هم کنی میره، ولی اگه کسی واقعا نه گفتین اگه برای تو باشه قول و زنجیرش هم بکنی میره. آره نمیره. آره نمیره، اشکال نداره. خب ولی اگر کسی برای تو نباشه سر تا باشم طلا بگیری بازم میره. یعنی اعتماد داشتن توی رابطه. اعتماد خیلی برام مهمه. چی کنسله؟ ایرانسل. چی تو رابطه کنسله؟ چجوری باشه کنسله؟ آره چیزایی که مثلا کنسله رو بگو. اخلاق نداشته باشه، شکاک باشه، بددل باشه، کلا دست و دلباز نباشه،
آدمی باشه که همش دنبال این باشه که کلا یه سوژه پیدا کنه حالا به تو گیر بده. و به نظر من اینطوریه که آدما میان تو زندگی هم که حالا آرامش رو برای هم بیارن، نه اینکه حالا تو این سختی زندگی بخوان برای هم مشغله درست کنن و اعصاب همدیگه رو خورد کنن. رضا تو چی؟ سوسماس داشت. همین چیزایی که من دوست دارم باشه رو ایشون گفتن، ولی دوست اجتماعی. دوست اجتماعی مختلف. بیاین در مورد دوست اجتماعی صحبت کنیم. دوست اجتماعی اگه با یعنی پارتنرتون دوست اجتماعی داشته باشه و قرار 2 نفره بخوام بذارن، میتونن بذارن یا نه؟ قرار 2 نفره؟ آره. مشکل نداره. بعد توی خونه میتونن قرار 2 نفره بذارن؟ مشکل نداره. رضا که کاملا مخالفه میدونم. بعد به نظرت یه خورده ببخشید این مشکل ندارن واسه خودشون مشکل ندارن یا واسه خود برای دو طرف مشکل برای دو طرف مشکل ندارن؟ نه. مثلا منم نباید مشکل داشته شوهر من نیستم برام مهم باشه که دوست پسرمه. حالا اگه مثلا دوست پسرت بگه که چه لزومی داره، مثلا شما یه دوست اجتماعی داری که میخوای باهاش قرار کاری داری، مثلا یه پروژه میخواین کار کنین در مورد مثلا انیمیشن، میخوایم هم کار کنین، بعد پارتنرتون میگه که دوست پسرتون میگه چه لزومی داره تو خونه قرار بذارین، توی کافه قرار بذارین، لپتاپ برین کافه، شما قبول میکنین یا میگی نه مثلا اون طرف سختشه تو کافه بیاد یا حالا هر چیزی؟ نه قبول میکنم، به حرف پارتنرم احترام میذارم. انعطاف پذیری تو رابطه؟ بله 100%. رضا در این حد میشه قبول کنی که دوست اجتماعی که یه کاری با هم دارن حالا تو کافه انجام بدن؟ آره حالا اینو میتونم قبول کنم، ولی این مقدمه ای نباشه برای اینکه ببین اتفاقی نیفتاد دیگه، حالا سری بعدی بریم خونه دیگه. خب اگه چه کار کنه تو دیت اول براتون خیلی جذابه کسی که باش میرین دیت؟ من شخصیت خیلی برام مهمه. اول از همه همیشه میگم تیپ و قیافه خیلی برام مهمه، ملاکتون نگاه اول، ولی خب شخصیت نداشته باشه واقعا کنسله. شخصیت؟ بله. این شخصیت رو میشه بازش کنی؟ خب خیلی مهمه پسری که شخصیت داره بعد اینکه دست و دل بازیش گفتم یه سری آدمو دارم ولی خب خسیس بازی در میارن، من خوشم نمیاد. آره ولی حس کنم یکی 100 تومن داره، اون 100 تومن رو برای من میذاره، خب 100% سری بعدم باش برم بیرون یه وقتی حالا نداشته باشه من میذارم. لارج باشه، آره متانت داشته باشه، رفتار خوبی داشته باشه، نخواد خیلی سری پسر خاله و صمیمی بشه. اجازه من بپرسم؟ بفهم. این وضعیتی که گفتین حالا اگر مثلا پول نداشته باشه 100 تومن هم داشته باشه رو تا چه مدت قبول میکنین، دووم میارین؟ ببینید یه سری وقتا خب من حس میکنم آدمو خسیس بازی در میارن، خب اون خیلی فرق میکنه. من میدونم طرف 100 میلیون داره، 1 میلیونشو برای من خرج میکنه، ولی یه سری وقتا میدونم طرف 100 تومن داره، اون 100 تومن رو برای من میذاره واسه، خب منم قاعدتا براش این کارو انجام میدم. یعنی اگه یکی ببخشید 1 میلیارد داشته باشه اون 1 میلیارد رو باید واسه شما بذاره واسه؟ نه بحث اینه که چقدر برای شما ارزش قائل بشه، بحث اون پوله نیست، مادیات به کناره، بحث من اینه که طرف چقدر برای شما ارزش قائل میشه. رضا تو چی برات جذابه توی دیت اول؟ وفاداری. اون وفاداری تو دیت اول که مشخص نمیشه. تو دیت اول آره. زیبایی. آره. زیبایی یه چیزی اصلا خردسوزیه. آره. یعنی وقتی یه آدم زیبا رو میبینه خیلی مغزش دیگه کار نمیکنه. حتی توی دادگاه ها من شنیدم به آدمای زیبا حکمای کمتری میدن. خیلی جالبه. آره این هست. فکر نمی‌کنم برای چون واقعا این هست میانگین کسایی که خیلی چهرهای زیبایی دارن، حالا چه خانم چه آقا، به خاطر جرمایی که مرتکب میشن حبسای کمتری میگیرن. شما براتون زیبایی چقدر مهمه؟ برای منم خیلی مهمه. برای شما هم خردسوزه؟ من مهمتر از زیبایی قدش برام خیلی مهمه. قد و چارشونه خب بودن. خب کلا پسر اصلا جذابیتش توی ریش و قد و موهاش خلاصه میشه دیگه. بله. از نظر ظاهری، یعنی یه پسر کچل کوسه کوتاه اون به کار من نمیاد. خب تو دیت اول چه کار کنه کنسله؟ خیلی صمیمی باشه. خیلی سریع سرخاله بشه. صمیمی بشه. یا سری اول بگه بیا بریم خونه، همه چی دارم. من میدونم همه چی تو خونه هست، تو خونه همم هست، ولی خب نباید منو دعوت کنه خونه.
بگه خونم همون کافه است اصلا، یه همچین حرفایی بخواد آره نه خوشم نمیاد. آره واقعا من برای خودم من چیز عجیبیه که یه آدم اصلا یه پسر چجوری میتونه توی قرار اول انقدر با یه دختر احساس راحتی کنه که بخواد دعوتش کنه خونه. رضا واسه تو چی؟ شاید بعضی از پسرها شت تست میزنن، میخوام ببینن دختره میاد یا نمیاد، وضعیت رو بسنجن. خب همون نیاد کنسل میشه دیگه، همون بهتر که کنسل شه. نه شاید بعضیا که اصلا بعضیا که هستن آره کلا هدفشون اینه که سریع ببرن خونه، ولی یه سری هم اصلا هدفشون این نیست، میندازن اون لفظ رو ببینن دختره چی میگه، سریع میاد. اما من به نظرم پسری که واقعا یه دختر رو بخواد این ریسکو نمیکنه که بهش قرار اول بگه که بیا خونه که یه وقت کلا دختر بخواد کنسل کنه اون رابطه رو. دقیقاً. این احتمالاً من خودم شخصا اگه از یه دختری خیلی خوشم بیاد هیچ وقت نمیگم بیا خونه قرار اول اصلا. شما دیگه خودتون پیسن قبول آره دارین دیگه، چون میگم از دستش میدم. به طالبینی اعتقاد دارین؟ هی نه زیاد. به نظرم آدما سرنوشتشون رو خودشون میسازن. بی تاثیر نیست، ولی خب اونی که شما هم میگین درست. متولد چه ماهی هستین؟ من مهر ماهیم. من یه ماه عقب‌ترم. چه ماهی؟ شهریور. ویژگی مهر ماهی چیه؟ تخصن، جذابن، مغرورن ولی در این حال خیلی مهربونن. زیاد کسی رو دوست ندارن ولی خب اگه دوست داشته باشن خیلی دوستش دارن. پس به ویژگی ماها اعتقاد دارین یه مقداری؟ آره. رضا ویژگی ماه شما چیه؟ شهریور. شهریوریا کلا متعادلن، آرومن، آرامش زیادی دارن و دوستدار آرامشن و اگر کسی رو دوست داشته باشن نه دیوونه وار عاشقش میشن نه سردن. یه معروفه که میگن یه شعله عشق ثابت همیشگی دارن، نه جوگیر میشن نه اینکه یهو عاشق میشن نه یهو فارغ. یکی رو دوست داشته باشن همیشه دوستش دارن. یه ضرب مسئله که میگن تب داغ زود سرد میشه یا همچین چیزی در مورد عشقاش. خب اگه شغلش جوری باشه که جنس مخالف زیاد دور و برش باشه اوکی هستین اوکی نیستین؟ من اگه قرار باشه که باش ازدواج کنم برام خیلی مهمه، ولی اگه قرار نباشه ازدواج نکنم نه. تو دوستی براتون زیاد تو دوستی نه. تو چی رضا؟ من کلا برام مهمه. کلا برات مهمه. چه شغلی کنسله؟ چه شغلی کنسله؟ به نظر من تو این دوره‌ای که حالا همه آدم‌ها حالا پسر دخترم نداره زحمت میکشن که حالا هزینه خودشون حالا خرج خودشون رو در بیارن، هیچ شغلی کنسل نیست. اگه اون شغل به کسی ضرری نرسونه کنسل. آفرین قشنگ بود. تو چی؟ من شغلو آره شغلی هست برات کنسل باشه؟ آره. چی؟ دختر املاکی. چرا؟ حالا دیگه خب شغلی هستش که به نظرتون آدمایی توی اون شغل حول‌تر باشن نسبت به شغلای دیگه؟ 100%. چه شغلی؟ مثلا دادگاه. به نظر خودتون خیلی خوبن ولی خب اصلا خود آدمایی که اونجا اصلا بهترن. واقعا شما از سرباز بگیر تا قاضی وارد دادگاه میشه دیگه، کثیف‌ترین محیط دادگاهه به نظر من. رضا جان شما چی شغلی هستش که خودت نسبت به مردای حولو توی چه شغلی بیشتر می‌بینی؟ ببین مرد چه حول باشه چه نباشه تو همه شغلی هست. نمیشه گفت تو این شغل بیشتره تو اون شغل کمتره. درست. من به نظرم ظرفیت زیادی میخواد قدرت داشتن. یعنی مرد وقتی که یه شغلی داره که جایگاه اجتماعی بالایی داره یه درآمد بالایی داره بعد ظرفیتش رو داشته باشه. بعد من یه چیزی هم که همیشه حالا یه فکتی که میگم اینه که مرد و زمانی که پولدار میشه باید بشناسی و زن رو هم زمانی که بی پول میشه، چون اینجا شخصیت واقعی خودشون رو نشون میدن، ذات خودشون رو نشون میدن. آیا دیت بد داشتین؟ متوجه نشد. دیت بد، یه دیتی بری که بد باشه برات و خاطره بدی واسط مونده باشه. شده که انرژی منفی گرفتم، حالا رفتم طرف استاد دانشگاه بود خیلی هم از من خوشش اومد که حالا ازدواج کنیم، یهو وسط دیت دیدم که حالا رفته بودیم باغ رستوران، یهو دیدم رو تخت دراز کشید. من همونجا دیگه اصلا بلاکش کردم و جوابش رو ندادم. خب عجیب بوده. رضا تو چی؟ دیت بد داشتی؟
دیت بعدی که اینجوری باشه خاطر بدی برات بمونه؟ بعد نه. 3 ویژگی بارز خودتون رو بگی. خیلی صبورم، بله. ریلکسم و مهمتر از اون خیلی آدم مقاومیم بله. نسبت به همه چی. صبور، ریلکس، مقاوم. رضا جان شما چی؟ و یه چیز دیگه هم که بفهم. هستش یادم رفت، خیلی با اعتماد به نفسم به شدت. بله. منم دقیقا هم ویژگی اول ایشون رو دارم، به شدت صبورم و یکی دیگه این که کسی رو اگه دوست داشته باشم، نمیدونم این الان ویژگی بد میشه یا خوب، زیادی دوستش دارم. این اگه به کسی دل ببندم خیلی دل میبندم و 2 تا ویژگی خوب بیشتر ندارم، بقیهش بده. درآمد طرف مقابل براتون مهمه؟ 100%. حداقل باید چقدر باشه؟ اهمیت داره دیگه. الان خط فقر دیگه زیر 30 تومن واقعا جواب نمیده دیگه. زیر 30 تومن کنسل. آره کنسل واقعا. کنسل نیستا، خب اون دیگه نمیتونه واقعا یه رابطه رو هندل کنه به نظرم. خودش اذیت میشه، شرمنده میشه. ممکنه بهش یه فرصت بدین که مثلا درآمدش رو بیشتر کنه. آره. اگه ازش خوشتون واقعا اگر کنه. دوستش داشته باشم آره بهش فرصت میدم. خودم هم حالش میدم. به نظر من آدما توی مسیری قرار بگیرن که حالا باعث پیشرفت هم بشن، خیلی قشنگ‌تره. رضا تو برات مهمه که درآمد اون دختری که میری باش دیت چقدر باشه؟ نه. توی رابطه کلا به نظرت چه جوری باید خرج بشه؟ درآمدی هم نداشته باشه برات مهم نیست. شما مینا جان به نظرتون توی رابطه هزینه ها رو باید پسر تقبل کنه یا مثلا هر دو چه جوری؟ خب به نظر من حالا یه مثال کوچیک بزنم. وقتی 2 نفر با هم میرن بیرون، به نظر من مخصوصا دیت اول پسر باید حساب کنه. بعد حالا 3-4 بار رفتم بیرون، من کلا آدمیم که خیلی همه بهم میگن مرام معرفتیم. دفعه 3-4 ببینم که حالا دستش نداره حساب میکنم. واقعا اینطوری نیستم که بگم همیشه باید حساب کنه برام کادو بخره، نه همچین چیزی نیست. رضا جان شما چی؟ دیت اول بعد که حساب کنه و توقعی داری توی رابطه که مثلا دختر هزینه رو حساب کنه؟ دیت اول که مسلما اصلا قشنگ نیست که دختر بخواد حساب کنه و کلا حالا اعتقادی ندارم دختر بخواد حساب کنه، ولی به قول ایشون مرام و معرفتی. یه موقع آدم همیشه وضعش اوکی نیست دیگه، بالا پایین داره زندگی. یه موقع مثلا پارتنرش پسر نمیتونه، مثلا اون داره و میتونه، به نظرم این کارو انجام بده جذاب. قدرت مرد در چیه؟ قدرتش؟ آره چه چیزی برای شما قدرت مرد هست؟ به نظرتون میاد که قدرت مرده؟ به نظر من زمانی که همه چی داره ولی خب اینطوری نیست که بخواد خودش رو بگیره و کلا بخواد یه شخصیت دیگه‌ای بشه. به نظر من یعنی همه چی پول داره، مقام داره، جایگاه داره، ولی خب اینطوری نیستش که بخواد آدمای زیادی رو دور خودش جمع کنه. قدرتش تو اینه که تک‌پر باشه به نظر من. نفس اماره‌اش تو دستش باشه. آره دقیقاً. اینا ببخشید. خواهش. قدرت مرد به نظر من تو اعتماد به نفسش. اعتماد به نفس. اعتماد به نفس میتونی توضیح بدی، یه مثالی بزنی؟ ببین خود کوچک پنداری، خود کم پنداری نداشته باشی و از اون طرف هم از اون ور بوم نیفتی، حالا مغرور نشی، ولی خب حس نکنی که مثلا ناکافی هستی واسه کسی توی رابطه. جذابیت زن در چیه؟ ایشون باید جواب بدن. هر دو. اولیشون جواب بدن ببینم رضا بگو. نظرشون چیه. جذابیت زن توی به ارمغان آوردن آرامش و وفاداریش. زیباییش چی؟ اون که از اول گفتم. اون مهمه اصلا پیش‌فرض. روز زیبایی خیلی هستن. خب حالا اگه خوشگل نباشه چی؟ خوشگل نباشه چی؟ کنسله. باید به نفر اون آدم خوشگل باشه دیگه. ممکنه یه نفر به نظر مثلا رضا خوشگل نیاد، اما یکی دیگه براش خیلی خوشگل باشه اون آدم. به قول معروف علف باید به دهن بازی شروع. خب مینا جان جذابیت زن حالا تلخ هم اومدیم اشکال نداره. این سلقاتیش می‌کنیم. جذابیت زن در چیه مینا؟ به نظر من اعتماد به نفسش، قدرتش و اینکه مستقل باشه، دستش رو جیب خودش باشه.
هزینه‌ها تو رابطه باید چطور باشه اینو گفتم. بله. بالا شهر و پایین شهر بودن توی رابطه مهمه؟ منیجک به پایین کنسله. نه مهم نیستش، یه جای خوب زندگی کنه دیگه. بالاخره به نظر من مکان زندگی آدما رو شخصیتشون خیلی تاثیر میذاره. بله. رضا تو چی؟ دقیقاً همین حرفی که زدن درست. بخوای نخوای تحت تاثیر محیط قرار میگیری. یه سوال میپرسم، با انگشتای دستتون نشون بدین. با کدومش؟ اول باید تو تصورتون میخوام ببینم که شما به نظرتون این صحبتی که الان با هم کردین به هم چه امتیازی میدین؟ از 1 تا 5 دستتون رو بیارین بالا نشون بدین که چه امتیازی به طرف مقابل میدین. مرسی. با لایک و دیسلایک یکیش نشون بدین که از طرف خوشتون اومده یا نه تا الان بدونین که ببینینش. یا لایک بدین یا دیسلایک. ممنون. به مهریه اعتقاد دارین؟ به مهریه؟ آره خب به نظر من پشتوانه زنه. چند تا باید باشه؟ در حد معقول دیگه. معقولش چند تاست؟ دیگه الان دفترخونه بیشتر از 114 تا فکر نکنم بزنه. معقولش 114 تا؟ 114 تا. کمتر کنسله؟ عند المطالبه باشه. عند المطالبه. رضا جان شما چی؟ به مهریه آره. یه خورده معقول تر از ایشون. آره اعتقاد دارم بهش. یعنی 114 تا نه ولی خب 14 تا باشه. اگه شما اینقدر معقول میدونید بزنم 1184 تا سکه. بزنید مهریه کی داده کی گرفته. ما که میگیریم ولی خب. خب بچه‌ها چشمنداتون رو بردارین. الهی با امید. خب همدیگه رو ببینیم. سلام علیکی. سلام. مجدد. خب حالا به چه امتیازی به هم دیگه میدیم؟ چه نمره به هم دیگه میدیم؟ هنوزم به نظرم همون. آره. شما چی؟ تغییری میخوای بدی؟ یه دونه دیگه میذارم روش. رضا جان شما تمایل داری که دیت دوم شرکت کنی با مینا؟ مینا خانوم یه قضیه رو خیلی باهاش اوکی بودن که من میدونین اوکی نیستم باهاش. اون قضیه رو من نمیتونم. قضیه دوست اجتماعی یعنی کنسله؟ خب شاید خیلی داری سختگیری میکنی. ممکنه خیلی مدت زیادی تو رابطه نتونی بری با این شرایط. و بعد که دختر آفتاب مهتاب ندیده بگیرید خونگی پیدا کنید. اینجوری روان آدم آرومتره دیگه. امیدوارم از این بلایندت خوشتون اومده باشه. بچه‌ها حتما با لایک و سابسکرایب از چنل ما حمایت کنین. خوب و خوش باشین بچه‌ها. ممنون از اینکه شرکت کردین. خدا نگهدار. شما متشکرم. خدا نگهدار.